وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب آن وصیت کننده فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند. این تعریف ساده شده وصیت‌نامه است که سابقه این نوشتن به زمانهای باستان برمیگرده، اما بین وصیت‌نامه شخصی و وصیت‌نامه سیاسی تفاوت‌هایی وجود داره و افراد در نوع اول به تعیین وارث برای اموال خود و دادن نصیحت و اندرز به فرزندان خود می‌پردازند. وصیت‌نامه‌های سیاسی که عموماً توسط رهبران و اشخاص مطرح سیاسی انجام می‌گیره، به طراحی خط و مسیر برای آینده کشور، حزب یا جنبش، نصایح پدرانه برای پیروان و غیره پرداخته میشه و در اون کمتر مسائل احساسی و عاطفی و بیشتر مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوش زد میشه. اما درباره وصیت‌نامه محمد رضا شاه همیشه بحث و گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت. عده‌ای که اون رو کاملا موثق میدونن و عده دیگه‌ای که اون رو منتسب به ایشان و بدون وجاهت سیاسی وصیت‌نامه میدونن. در روزهای پایانی سلطنت پهلوی و در حالی که انقلاب اسلامی هنوز به نتیجه نهایی خودش نرسیده بود، محمد رضا شاه پهلوی کشور خودش رو ترک کرد. او پس از این ترک به کشورهای مختلفی از قبیل مراکش، پاناما، مکزیک، آمریکا و مصر رفت. محمد رضا شاه در تاریخ 3 فروردین 1359 با استقبال رسمی و گرم انور السادات و همسرش وارد مصر شد، جایی که مقصد نهایی آخرین پادشاه ایران بود. وخامت اوضاع جسمانی او به دلیل سرطان باعث شد که در بدو ورود در یکی از بیمارستان‌های مجهز مصر بستری بشه و سرانجام پس از 5 ماه در تاریخ 5 مرداد همان سال در سن 61 سالگی درگذشت. انور السادات مراسم با شکوهی برای تشییع جنازه او برگزار کرد، اما تعداد بسیار محدودی از افراد و شخصیت‌های سرشناس در این مراسم حضور پیدا کردند، تا جایی که دوست دیرینه او یعنی ملک حسن دوم حاکم مراکش هم در این مراسم شرکت نکرد. جسد او نهایتاً در قاهره و در مسجد الرافی این شهر به خاک سپرده شد. پس از مرگ شاه، وصیت‌نامه‌ای تحت عنوان وصیت‌نامه سیاسی محمد رضا شاه پهلوی توسط خانواده و اطرافیان او منتشر شد و گفته شد که شاه قبل از مرگش اقدام به نگارش این متن کرده، اما برخی از افراد نسبت به اعتبار این وصیت‌نامه تردید دارند و اون رو ساخته و پرداخته فرح پهلوی و برخی از نزدیکان و دوستان او می‌دانند. شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته‌های حیات خود در بستر بیماری و در شرایطی غم‌انگیز و در اوج تلاش برای مبارزه با بیماری هولناک خود با مزاجی رنجور سخنانی ایراد و راهنمودهایی کردند که مجموعه این تغییرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می‌کنم. به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شوم‌ترین دوران تاریخی وطنشان روزگار تیره‌ای را می‌گذرانند می‌فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است. خداوند بزرگ را به شهادت می‌طلبم از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر ملت و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستانه با نام و گمنامی که سینه‌های فراخ خود را در مقابل جوخه‌های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج‌های روزافزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من هم کوفته. شگفت اتفاقی است در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من هم که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می‌گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت تعبیر می‌کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودانه بماند توصیه می‌کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در برابر تلخی زهرآگین مرض جانسوز قرار داده‌ام. خاطره شالیزارهای کرانه دریای خزر و مغززارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروندرود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارجن فارس، خاطره حاشیه‌های
های کویر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک‌ها و دهستان‌های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می‌بندم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خودش حفظ کرده، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند که مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انبار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوهبار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه‌ای گرانبهاست که انقلاب مشروعیت به ملت ایران ارزانی داشته و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیاد تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر آن استوار است. بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تاکید می‌کنم. امیدوارم او که اینک در آنفان جوانی است و جوهره وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است پند زمانه را بیاموزد و فقط با اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردمی و همگامی آن با پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافرازی نگه دارد. محمد رضا پهلوی، مرداد ماه سال 1359. محمد رضا شاه پهلوی در 5 مرداد سال 1359 بعد از تحمل یک دوره بیماری در قاهره درگذشت. احمد علی مسعود انصاری که دیپلمات بلند پایه دوران پهلوی و شوهر دختر خاله فرح دیبا بود، در آخرین روزهای حیات محمد رضا پهلوی با او دیدار داشت و بعد از مرگ شاه هم به قاهره رفت و او روایت متفاوتی از وصیت‌نامه شاه دارد. او میگوید هنگام ترک نیویورک به لندن و از آنجا به قاهره به دیدار هوشنگ انصاری رفتم. انصاری به من گفت وقتی که به قاهره رسیدیم بپرسیم که آیا شاه در مورد مسائل سیاسی و آینده ایران و ولیعهد وصیتی کرده اند یا نه. وقتی که به قاهره رسیدیم مصمم بودم که ببینم وصیت‌نامه‌ای هست یا نه و عجبا فهمیدم که وصیت‌نامه‌ای در کار نیست. به همین علت هم فرح دست به کار شده بود که متنی به نام وصیت‌نامه سیاسی شاه تهیه شود و مأموریت انجام کار را به دکتر منتظری، یکی از اشخاص مورد اعتماد و علاقه فرح، سپرده بودند. جواد معین‌زاده و چند نفر دیگر هم همکاری می‌کردند و دستن در کاران آن بودند. حاصل کار آنها همان متنی است که امروز به عنوان وصیت‌نامه سیاسی شاه معروف شده و البته بعد از مرگ او به وسیله اشخاص یاد شده بیشتر احساسی و عاطفی است تا سیاسی، فاقد راهنمودهایی است که معمولاً وصیت‌نامه یک رهبر سیاسی را از وصیت‌نامه‌های دیگران متمایز می‌کند. در این متن تنها به مسئله جانشینی ولیعهد اشاره شده و الا از چه باید کردها و توصیه‌های سیاسی سخنی به میان نمی‌آید. اردشیر ظاهری روزی را به یاد می‌آورد که در پی مرگ شاه و از طریق فرح دیبا در جریان نحوه رفتار پزشکان آمریکایی با او در واقع عمل جراحی او قرار گرفته است. اعلی حضرت محمد رضا شاه در ساعت 9 صبح روز 5 مرداد 1359 درگذشت و من برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ایشان عازم قاهره شدم. در قاهره تشییع جنازه با شکوهی از جنازه ایشان به عمل آمده بود. تابوت شاه در پرچم سرنگ ایران پوشانده شده بود و مدال‌ها و نشان‌های شاه روی آن قرار داشت. در پشت جنازه ریچارد نیکسون، هنری کیسینجر، کنستانتین پادشاه سابق یونان، والا حضرت اشرف، شهبانو فرح و بنده به اتفاق همسر سابقم والا حضرت شهناز و عده‌ای از رجال بلندپایه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی حرکت می‌کردند. پس از دفن شاه و پایان مراسم خاکسپاری چند روزی در کاخ عابدین نزد شهبانو باقی ماندیم و شهبانو در این فرصت مطالبی را از روزهای پایانی عمر شاه برای ما تعریف می‌کرد که نشان می‌داد بردن شاه به آمریکا همانا توطئه‌ای برای قتل ایشان بوده و پزشکان آمریکایی به جای معالجه شاه مرگ او را تسریع کرده بودند. شهبانو برایم چنین تعریف کردند و من این مطلب را چون خودم شاهد و ناظر نبودم از قول ایشان تعریف می‌کنم. هنوز چند روزی از عمل جراحی شاه نگذشته بود که عکس برداری ها نشان دادند پزشکان جراح هنگام عمل
شاه سنگریزه ای را در کیسه صفرای او جا گذاشته‌اند. هنگامی که این مطلب به اطلاع پروفسور کولمن رسانده شد، او به جای اینکه متاسف باشد شروع به خندیدن کرد و گفت به راستی چه مسخره و خنده‌آور است که جراحان متوجه به جا ماندن این سنگریزه نشده‌اند. من فوراً به پلیس تلفن کردم و با پروفسور فلاندر مشورت نمودم. دکتر جورج فلاندر که از جراحان برجسته فرانسوی و از دوستان دیرینه من به شاه بود، در عمل کیسه صفرا یک روش استاندارد وجود دارد که جراح باید ضمن عمل جراحی به کبد بیمار فشار بیاورد تا معلوم شود آیا همه سنگ‌ها از کیسه صفرا خارج شده‌اند یا نه. در عجبم که چرا آنها این کار را انجام ندادند. از آنها بپرسید که چرا و بعد هم به خاطر حفظ جان شاه فوراً او را از آمریکا خارج کنید. چرا که این علامت آن است که او را می‌خواهند در بیمارستان بکشند. در وضع بدی قرار گرفته بودیم و مدت‌ها تلاش کردیم تا به آمریکا بیاییم و حالا باید شاه را برمی‌داشتیم و از آمریکا فرار می‌کردیم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین و همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و یکم هم سرگرم شده باشید و اطلاعات خوبی رو ازش گرفته باشید. اگه به اینجور ویدیوها علاقه‌مندید حتما بهمون بگید که موضوع بعدی ویدیوها چی باشه و اگه دوست داشته باشید خلاصه کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی رو هم براتون آماده می‌کنیم. حتما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو زیر ویدیو برامون کامنت کنید که موجب بهتر شدن ویدیوهامون بشه و شما لذت بیشتری ببرید. اگه به ویدیوهای تاریخی علاقه‌مندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که به محض گذاشتن ویدیوهای جدید ازش باخبر بشید و بیاید اولین نفر اونو ببینید. با تشکر از وقتی که برای ما گذاشتید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.